سلام. ایلان ماسک ثروتمندترین فرد جهان یه فرمول خیلی ساده و مؤثر برای موفقیت ارائه داده. اون معتقده که 5 کار مشخص وجود داره که اگه انجامشون بدیم همیشه فقیر خواهیم موند. نکته مهم اینجاست که میشه به سادگی از این کارها جلوگیری کرد. این 5 کار چیا هستن؟ ایلان ماسک فقط یه مرد موفق نیست، او یک متفکر و تحلیلگر در دنیای کسب و کار و زندگی شخصی هم هست. او بارها در مصاحبه‌ها و توییت‌ها و سخنرانی‌هاش درباره عواملی صحبت کرده که به عقیده او انسان‌ها رو در چرخه فقر نگه می‌داره. نکته مهم اینه که این دیدگاه‌ها رو نه تنها به عنوان یک میلیاردر بیان می‌کنه، بلکه به عنوان کسی که خودش روزگاری درگیر مشکلات مالی بوده و شرایط سختی رو گذرونده، این تجربیات رو در اختیار ما قرار میده. در این ویدیو قصد داریم که به 5 عامل اصلی که از دیدگاه ایلان ماسک باعث فقر مردم میشه بپردازیم. اولیش ترس از ریسک و شکست. اگه هرگز ریسک نکنید شکست نمیخورید، اما هیچ موفقیتی هم به دست نمیارید. ایلان ماسک بارها تاکید کرده که بزرگترین دشمن پیشرفت ترس از شکسته. بسیاری از افراد به دلیل ترس از قضاوت دیگران یا از دست دادن سرمایه اولیه‌شون هرگز قدمی برای تغییر زندگیشون بر نمیدارن و اصطلاحاً ریسک نمیکنن. ایلان ماسک میگه نباید از شکست بترسیم. او معتقده که اگه کسی در مسیر موفقیت شکست نخوره یعنی اصلا به اندازه کافی تلاش نکرده. دومین دلیل که باعث فقر مردم میشه نداشتن مدیریت مالی. یکی از مهمترین موضوعاتی که ایلان ماسک بهش اشاره میکنه عدم توانایی در مدیریت مالیه. او میگه بسیاری از افراد نمیدونن چطوری باید درآمد خودشون رو به درستی مدیریت کنن. پولی که به دست میارن صرف خرید وسایلی میشه که نه تنها ارزش افزوده‌ای نداره، بلکه باعث میشه که همیشه در فشار مالی باقی بمونن. اما توصیه ایلان ماسک چیه؟ او میگه درآمد خودتون رو به 3 بخش تقسیم کنید. بخش اول برای هزینه‌های ضروری زندگی، بخش دوم برای سرمایه‌گذاری در رشد شخصی و یادگیری و بخش سوم برای پسنداز و سرمایه‌گذاری بلند مدت. سومین دلیلی که باعث فقر مردم میشه محیط و دوستان نامناسب. اگه با 5 نفر که منفی نگر هستن وقت بگذرونید، 6مین نفر شما خواهید بود. ایلان ماسک معتقده که محیط اطراف و افرادی که با اونها وقت میگذرونیم تأثیر مستقیم بر موفقیت یا شکست ما دارن. او میگه از وقت گذرونی با افرادی که مدام شکایت میکنن و دنبال غر زدن هستن و دنبال مقصر میگردن دوری کنید. 4مین دلیل که باعث فقر مردم میشه نداشتن مهارت‌های کلیدی و یادگیری مداوم. ایلان ماسک یکی از طرفداران سرسخت یادگیری مداومه. او میگه در دنیای امروز فقط افرادی میتونن موفق بشن که مهارت‌های جدید به دست میارن و یاد میگیرن و با تغییرات سریع دنیا همگام میشن. نقل قول معروف ایلان ماسک اینه: دانش رایگان در این دنیا وجود داره، اما اکثر افراد حاضر نیستن که برای یادگیری وقت بگذرونن. پیشنهاد او برای رشد مهارت‌ها اینه که هر روز 1 ساعت برای یادگیری چیزهای جدید وقت بگذرونیم. مهارت‌هایی رو یاد بگیریم که در این زمان بازار کار ارزشمندی دارن. 5مین دلیل که باعث فقر مردم میشه تعلل و به تعویق انداختن کارها. ایلان ماسک به شدت با تعلل و اهمالکاری مخالفه. او میگه بسیاری از افراد میدونن که چه کارهایی باید انجام بدن، اما به دلیل تنبلی یا ترس کارها رو به تعویق میندازن و در نتیجه هیچ تغییری در زندگیشون ایجاد نمیشه. روش پیشنهادی ایلان ماسک اینه که کارهای سخت و مهم رو اولویت بندی کنید. از تکنیک قورباغه را قورت بده استفاده کنید، یعنی کارهای سخت رو در همون ابتدای روز انجام بدید که تموم بشه و بره. به یاد داشته باشید که هر روزی که کارها رو عقب بندازین 1 قدم از اهدافتون دورتر میشین. ایلان ماسک در چند جمله مهم و آموزنده گفته اگر دیگران 40 ساعت در هفته کار میکنن، شما باید 80 تا 100 ساعت کار کنید تا سریعتر به موفقیت برسید. افراد موفق فقط کار نمیکنن، بلکه کار درست رو انجام میدن. شکست یک گزینه است. اگر در حال شکست خوردن نیستید، به اندازه کافی نوآوری نمی کنید. باید از یک سیستم بیاموزید و سپس بهتر از آن عمل کنید. بیشتر فکر کنید، بیشتر کار کنید، بیشتر خطر کنید.
هرگز دست از یادگیری بر ندارید. دانش بزرگترین سرمایه شماست. باید مشکلات را حل کنید، نه اینکه از آنها شکایت کنید. ریسک کنید. بهترین زمان برای ریسک جوانی است، چون در جوانی مسئولیت‌های کمتری دارید. به دنبال فرصتی باشید که دیگران آن را نمی‌بینند و به آن ارزش نمی‌دهند. ثروتمند شدن نیاز به ذهنیتی دارد که با تفکر معمولی متفاوت باشد. زمان خود را صرف ساخت چیزهایی کنید که مردم واقعاً به آن نیاز دارند. درآمد و ثروت واقعی زمانی به وجود می آید که شما ارزشی ایجاد کنید که میلیون‌ها نفر حاضر به پرداخت پول برای آن باشند. بدون پذیرش شکست و بدون تلاش مداوم موفقیت غیر ممکن است. هرچه مشکلات بزرگتری را حل کنید، ثروت بیشتری به دست خواهید آورد. برای ثروتمند شدن باید بیشتر از دیگران تلاش کنید و کمتر از دیگران تسلیم شوید. بر کارهایی تمرکز کنید که بیشترین بازدهی را برای شما خواهند داشت. سازنده باشید، نه مصرف کننده. آنهایی که میسازند ثروت را به دست میآورند. کار کنید تا مشکلی از جهان را حل کنید، نه اینکه فقط برای پول کار کنید. موفقیت یعنی بارها و بارها شکست خوردن و در نهایت پیروز شدن. اولین قدم برای ثروتمند شدن باور به این است که می توانید تغییری ایجاد کنید. نوآوری و سخت کوشی را ترکیب کنید تا به نتایجی برسید که دیگران حتی تصورش را هم نمی کنند. افراد موفق به دنبال فرصت‌ها می روند، نه بهانه‌ها. روی چیزهایی سرمایه گذاری کنید که آینده را خواهند ساخت. زمان بزرگترین دارایی شماست. آن را عاقلانه استفاده کنید. اگر همیشه از شکست فرار کنید، هیچگاه ثروت واقعی را تجربه نخواهید کرد. اگه این ویدیو مفید بود ممنون میشم که روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید تا عضو کانال دانشگاه بشید. ممنونم از لایک و محبت شما عزیزان. اگه قرار باشه که شما عزیزان هم یک نکته مهم به این مطالب اضافه کنید، جمله شما چیه؟ لطفاً در قسمت کامنت ها تجربتون رو به اشتراک بذارید تا بقیه هم از شما یاد بگیرن. ازتون ممنونم. اگه مدت طولانی هست که شما تنها هستید، به زودی به نکته بسیار جالب و مهمی پی خواهید برد که به شما کمک بسیار زیادی خواهد کرد. برای دونستن این نکته بسیار جالب لطفاً روی این تصویری که مشاهده می‌کنید کلیک کنید. شب و روزتون بخیر، به امید دیدار.